На броню! حمله روسیه به اوکراین کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در حالت ناگوار گذاشته است. دوشنبه شریک استراتژی مسکو است و از سوی دیگر با اوکراین و کشورهای غربی نیز همکاری نزدیک دارد. در نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی دورنمای سیاست دوشنبه در جنگ روسیه علیه اوکراین بحث شد. با گذشت 1.5 سال از تجاوز روسیه، مقامداران تاجیکستان در این باره تقریبا چیزی نمیگویند. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت گفت دوشنبه در بحران روسیه و اوکراین بی‌طرف است. جمهوری تاجیکستان پیش از همه من میخوام که یادآور شم که موقع خالصانه فعال را دارد در مورد حوادثی که در بین کشورهای روسیه و اوکراین اتفاق افتاده است و بنابراین هم مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان با هر دو جانب خیلی خوب برآمده شده است و هیچ یک افضلیت در این مورد به یگان جانب جمهوری تاجیکستان نمیده. بحث دیگر در این نشست به جنگ ضد اوکراین رفتن تاجیکان از طرف روسیه بود. در یک سال اخیر خبری مرگ ده‌ها شهروند تاجیکستان در اوکراین رسانه شد. یک قسم آنها شهروندی روسیه را داشتند و قسم دیگر را از زندان‌های روسیه بردند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی میگوید درباره شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین مقامات یگان اعتراض رسمی دریافت نکردند. جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه سازشنامه بین دو جانبه در مورد قبول دو جانبه شهروندی را دارد و قبول کردن شهروندی پیش از همه در نزد هر یک نفر مسئولیت و عهده‌داری معین را پیش می‌گذارد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی بر این نظرند که دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی در بحران اوکراین را ادامه دهد، چون اگر ضد روسیه موقع گیرد هزارها تاجیکستانی در روسیه به مشکل دچار می‌شوند. از سوی دیگر اگر به طرفداری از مسکو صدا بلند کند می‌تواند زیر تحریم‌های کشورهای غرب ماند. Что ему нужно делать? Придерживаться той политики многовекторности, которую باید تاجیکستان چی کار کند؟ ادامه دادن سیاستی درهای باز که دوشنبه سالهاست آن را پیش گرفته است. به نظرم ما باید این کار را ادامه دهیم. یک اندیشه دیگر هم هست، شاید کشورهای مثل تاجیکستان توانند در این جنگ میانه‌رو باشند، از جمله تاجیکستان که تجربه خوبی پایان دادن جنگ داخلی را دارد. в этой войне, то есть чтобы у нас в Таджикистане есть очень хороший опыт прекращения собственной войны. کشورهای غربی به مملکت‌های آسیای مرکزی هشدار دادند که در دور زدن تحریم‌ها به روسیه کمک نکنند، در عکس حال خودشان تحت تحریم می‌روند. امریکا ماه گذشته 4 شرکت قرقیزستانی را برای انتقال مال‌های تحریم شده به روسیه بر روی خط سیاه وارد کرد. در تاجیکستان کارشناسان احتمالی جاری شدن تحریم علیه دوشنبه را کم می‌دانند. من گمان کنم که این تخمین ها اونقدر پایه ندارند، چون تاجیکستان اقتصاد تاجیکستان اونقدر قدرت ندارد که امروز ما توانیم ری اکسپورت کنیم این یا آن محصولاتی برای روسیه ضرور. حتی اگر که میکرده باشند هم نه در اون حجمی که برای کرای زیر تحریم ها جایگیر شده این تاجیکستان شود. قرقیزستان شاید که زیادتر امکانیت دارد، چون اونها با روسیه در همون یک اتحاد اقتصادی قرار دارند. پایان این جنگ هنوز معلوم نیست. سؤال مطرح این است که متفقان روسیه از جمله تاجیکستان می توانند تا آخر سیاست بی‌طرفی را پیش گیرند یا آن را بازبینی می کنند. مولا رجب یوسف امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.